سلام و ارادت خدمت همه شما دوستان عزیز. من سید کاظم روحبخش هستم. اگرچه شاید تو دوست نداشته باشی یه آخوندی رو ببینی، چرا که الان داری میگه اینا جمهوری اسلامی طوری هستن و پولای ما رو گرفتن دارن میدن به لبنان، دارن میدن به سوریه، به عراق، ما رو بدبخت کردن، بیچاره کردن. همین آخوندا ایرانو ول کردن، چسبیدن به منطقه. ولی خب از اونجایی که شما دنبال آگاهی هستی، حالا ما قاتل شما هستن خوب، اما تو دنبال آگاهی هستی، دنبال روشنگری هستی، تو فضای مجازی هم که دیگه میگی دیگه هیچ چیزی رو که نمیشه قایم کرد. و الان میخوام به این سوال شفاف پاسخ بدیم: چرا ایران پول میده به کشورهای دیگه؟ چرا کشورهای دیگه رو حمایت میکنه؟ میخوام یک داستانی برات تعریف بکنم و ازت خواهش میکنم که با من باش، فقط این داستان رو گوش کن. ممنون میشم. داستان از کجا شروع میشه؟ داستان از سال 1948 شروع میشه که اسرائیل اعلام موجودیت میکنه. میگه اینا اینجا، همین جایی که من هستم، من دیگه مال منه. عقب بدون گفتم اینجی ماس کشور عربی دیگه سر صداشون در میاد، میگن یعنی چی اینجا مال ماست. یه خود درگیری و دعوا میشه، آخرش چون بالاخره اسرائیل دیگه سوگلی آمریکاست و ایناست دیگه موفق میشه و دیگه میتونه اونجا بگه مال منه. اما به فلسطین اکتفا میکنه که دیگه بگه اینجا مال ماست. نه، ما یک نقشه اسرائیل داریم، یک رنگ بالا، یک نوار پایین، آبی، نوار آبی بالا، نوار آبی پایین. این یک شعاری داره که روی بازوهای سربازهای آمریکایی هم هستش. میخواد بگه که از نیل تا فرات رو ما میگیریم. اینهاش. این نقشه یکی در واقع روی بازوی سربازهای اسرائیلی هم هستش. این نقشه آبی رنگ رو میبینی؟ اسرائیل میگه اینو من باید بگیرم، این جزء هدف من هستش. حالا بهت میگم چرا. هدف چیه؟ 100% فلسطین، ببین اینجا الان نوشته شد، 100% اردن، 100% لبنان، 70% سوریه، 50% عراق و 33% از عربستان سعودی. این اون چیزیه که اسرائیل به دنبالش هستش. طبیعی هم هستش، علتش گرفتن نفت کشورهای منطقه است. در این میان سال 1980 تا سال 1981 مشاور شارون که یکی از نخست وزیره رژیم صهیونیستیه میاد میگه میدونی ما باید چه کار بکنیم؟ میگه ما چه کار بکنیم؟ میگه ما باید یک اختلافی بین این کشورها بندازیم تا بتونیم حکومت بکنیم. اختلاف بین چی؟ اختلاف ملی، مذهبی، نژادی، قومی. اینا اگر در اختلاف و دعوا و جنگ و خونریزی باشن، ما به خیلی از اهدافمون میرسیم. یک، اون چاه نفته، اون معدنه. دو، آمریکا هم که دیگه اقتصادش هر جایی سرچ بکنید دیگه مشخصه دیگه، اقتصاد نظامیه. یعنی من و آمریکا میام به اون کشور تسهیلات خودمو میفروشم، جتای خودمو میفروشم، به اونم که در واقع میخواد دفاع کنه میگم تو نمیخوای از خودت دفاع بکنی، برای تو هم بالاخره یک سری بسته ها و پکیج هایی داریم که تو هم میتونی بزنی تو سر این تو جواب تو میخوای یه پدافند به تو بدم عالی درجه، یه گنبد آهنی که حالا اون که احتمال سوگلی خودمونه، نه یه چیز دیگه مثلا سامانه ضد موشکی به تو بدم، کلی سود داره این مثلا توی این جنگ. و از همه مهمتر مدیریت ملت هاست. یعنی در واقع ما ملت ها رو میتونیم با اختلاف در واقع مدیریت بکنیم. یکی از نقشه های اینها در پنتاگون حمله به چند کشوره که من میخوام اینو بهت توضیح بدم و قبلش اینو بهت بگم چرا باید کشورها تقطیع بشن، کشورهای منطقه. چرا ایران باید تقطیع بشه؟ چون کشوری که مثلا 15 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون جمعیت داره، تقطیع بشه به 5 قسمت، مدیریتش خیلی راحت تره، کنترل قدرت اون خیلی راحت تره که شاخدار و بالاتر از اسرائیل نشه. تو مثلا یک کشور 60 میلیون و 90 میلیونی که مثلا متحد باشن. این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم. ما یه نقشه‌ای توی پنتاگون ریختن و من میخوام خودت کلیپ رو ببین. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and ایشون وسلی کلارک یکی از فرمانده‌های نظامی سابق آمریکاست و در واقع از یک نقشه‌ای که بالاخره توی پنتاگون ریخته شد برای حمله چند تا کشور داره ایشون یه خاطره‌ای رو میگه. ببینیم ما. I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me, and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No. He says, we've made the decision we're going to war with Iraq." عراق حمله کنیم. 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know."
He said, I guess they don't know what else to نقشه do. افغانستان بود، چرا عراق؟ حالا میگم چرا I افغانستان. said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no. He says, there's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, این کاغذ خیلی I just got مهمه، this با این down کاغذ from کار دارم. upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. بله، ما باید به چند تا کشور حمله بکنیم در 5 سال. چقدرم خوش اشتها. این اصلا اشتهای کم نیست. یه خود باید بگیم یه آبلیموی، نوشابه، یه چیزی بزنید وقت رودل نکنه که تو 5 سال ما 7 تا کشور رو بگیریم. داستان افغانستان که میدونین دیگه چیه. 11 سپتامبر 2 تا برج دوقلوی آمریکا که اومد پای، کس من کار ندارم کار آمریکا بوده یا نبوده. آمریکا اومد گفت من برای امنیت خودم باید برم به افغانستان حمله بکنم تا امنیت خودم رو تامین بکنم، به این بهانه که یک سری از پایگاه‌های نظامی کنار گوش ایران باشه. بعد این داستانو ایشون اینجا داره میگه که میگه یه دفعه نقشه عوض شد، گفتن آقا ما باید به عراق هم حمله بکنیم. اون داداش داستان چیه که اینجا همه خندیدن؟ آقا باید به چند تا کشور با هم دیگه حمله بکنیم و در واقع تصاحب بکنیم تا اینکه کارو یکسره بکنیم. اما موفق نشدن. چرا؟ چون ایران متوجه شد و رفت با این 7 تا کشور صحبت کرد. گفت آقا ما اگر یک سیستم مقاومت رو تشکیل بدیم و دور تا دور همدیگه جمع بشیم، مقاومت بکنیم، ما پیروزیم. حتی ایران کمک تجهیزات نظامی به سومالی هم میکنه. حتی اینجا موفق میشن. تو همون کشور اول، یعنی مقاومت موفق میشه، تو همون کشور اول آمریکا و دارودست و اسرائیل شکست میخوان که تو افغانستان باشه. به خاطر چی؟ به خاطر نقشه مقاومت. آمریکا اینجا یه نقشه دیگه رو میکنه، یک اختلافی بین شیعه و سنی بین کشورهای مقاومت را میندازه که متاسفانه بعضیا گول میخورن و از این مقاومت فاصله میگیرن. آمریکای کثافت. در کنارش قذافی رو یادتونه، قذافی لیبی، اونم تحت تاثیر یک سری تحریم‌های آمریکا قرار میگیره. میگن آقا تو اگر اون تجهیزات تو اون بالاخره دستاورد هستی و موشکی نداری بذاری کنار، ما باهات دوستیم. اینا میگن جدی آقا؟ میگن دوستیم، نظرتون چیه بدیم؟ چی بدیم بهتون خوبه؟ میگن آقا تجهیزات هستیتون بفرمایید. تجهیزات هستی موشک، آقا میگن موشک‌های دوربردم بدیم، موشک‌ها رو بدین. آقا بفرمایید. موشک‌های ریزه میزه هم بدین، 4 تا تیر ترقه‌مون پشت مشتا بودش اونا رو هم بدین. وقتی که کاملا لخت شد، ما با این تصویر زیبا از قذافی مواجه میشیم. یه کلت، یعنی با یک کلتی که در واقع شاید توش چند تا تیر بیشتر نداشته باشه. اون خون و سر و گردن اینا هم که میده، اونا رژلبه، اونا خون نیستش که اصلا. این زیر چک و لقد حالا ناتویی که حمله کرده به لیبی و هیچی نداره واسه دفاع و اون اعتماد به آمریکاش الان داریم به این صورت ما داریم میبینیم. مقاومت راهش رو ادامه میده و حتی یمن هم مورد حمایت ایران قرار میگیره کم کم. حالا اینجا آمریکا میبینه که خب اینجوری که نمیشه، یکی داره در واقع این مقاومت هم حتی داره قوی تر میشه. ما میبینیم که در واقع برگ بعدی رو میشه که داعش باشه. همه میشناسید داعش رو دیگه. چطوری ایرانی؟ داعش نمونه شبیه اسلام که بگه الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله و روحیه شهادت طلبی که دیگه انتحاری ببنده و بره خودشو بتره کنه بره رو هوا، یه همچین نیرویی رو تربیت میکنه و در واقع اونها به این شعار که ما دولت مستقل خودمون رو میخوایم از شامات که سوریه و عراق و ایران باشه، که خود داعش هم گفتش که ما تا تهران هم میایم و خود ترامپ هم گفتش که ما داعش رو انداختیم. اینا میان جلو و پیشروی میکنن تا نزدیک بغداد میان، تا نزدیک کربلا میرسن و تا 70-80 کیلومتری مرزهای ایران هم میرسن. اما اینجا ایران، جمهوری اسلامی، حاج قاسم سلیمانی، هشت شعبی با کمک خدا میرن به جنگ داعش و داعش به شمال عراق و بعد سوریه
و بعد با تمام شدن اون همه دکوپوزی که میگفتن حکومت داریم و فلان و اینها، پایان داعش اعلام میشه. آمریکا از روی لجش که دیگه این نقشا همه یکی یکی داره از بین میره و اینها دارن متحدتر میشن و قدرت ایران داره بیشتر میشه، زهرشو با شهادت حاج قاسم سلیمانی به کشور ایران ضربهشو میزنه و زهر خودشو میریزه. اما اینجا یمنی که قوی شده و راه دریا رو داره هی هر روز تنگ و تنگتر میکنه برای اسرائیل اینجا دیگه میگه وقت معامله قرنه. راه برون رفت من فقط از روی غزه است و من باید از روی غزه عبور بکنم. قبل از اینکه این نقشه استارت بخوره ما 7 اکتبر رو میبینیم. مهر ماه 1402 میبینیم اون فلسطینیا بودن سنگو میگرفتن پرتاب میکردن یا مثلا با تنابی کشی میزدن. الان دیگه راکت و موشک دارن میزنن. الان دیگه باز دستشون به برکت حاج قاسم پر شده و دارن خود اسرائیل رو میزنن. حزب الله وارد جنگ میشه و در واقع میزنن. حالا اسرائیلی که قرار بود بیاد ایران رو به 5 قسمت مساوی یا شاید هم غیر مساوی تقسیم بکنه، الان گنبد آهنی خیالیش شاید داره فقط راکت‌های فلسطین و لبنان رو میگیره، تا وقتی که ایران بعد صادق 1 و 2 رو میکنه و گنبد آهنی هم تبدیل به آبکش آهنی میشه. گنبد آهنی تا هفته دیگه درست میشه، چون موشکایی که از شیراز زدن تازه هفته دیگه میرسه. اون موقع است که الانی که من دارم این کلیپ رو ضبط میکنم که در واقع در اواخر مهر ماه 1403 هستیم، حزب الله 100 تا موشکاش خیلی خوشگل میچینه. یه چند تا پدافند دیگه داره که دیگه حالا اینا رو گیج میکنه با پهباد میرن تو رستورانی که در حال سرو مرغ هستن نظامیاشون غافلگیرشون میکنه. اون جنگی که قرار بود توی تهران باشه الان توی تل آویو و امنیت داریم. رفیق، مشکلات معیشتی داریم، مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات آب برق، اینا همه داریم. اما اگر این امنیت نبود دیگه اصلا جایی برای شبهات این که آقا بگیم ما نداریم یا حتی اون حق بر حقمون، یعنی اون چیزی که نیاز داریم که قطعی برق نباشه، آب آشامیدنی باشه توی سیستان یا جاهای دیگه که البته به برکت شهید رئیسی اون آب از خلیج فارس بیش از 1000 کیلومتر کشیده شد اومد تا سیستان و آب شرب رسون. کار ندارم. امنیت نباشه، خانوادت ازت فاصله بگیرن، همه این روابط ما تیکه تیکه بشه، اصلا نتونیم همدیگه رو ببینیم، دیگه اون موقع آب و برق و گاز خیلی معنا پیدا میکنه. من نمیدونم، حالا دیگه خودت میدونی. قرار بوده تو نباشی. این نقشه ربطی به جمهوری اسلامی یا رژیم رضا پهلوی نداره. این نقشه مقصرش من و توییم که توی ایرانی نشستیم که پر از نفته، پر از معدن سرچشمه. اگر بری ببینی هنوز زیر ساخت هایی که ساخته شده و خونه هایی که برای کارکنانش ساختن قبل از انقلاب که اومدن و معدن مصر رو خیلیشو خالی می‌کردن، البته الان به دست ایرانه. نگاه می‌کنیم می‌بینی سازوکار ساخت خونه های آمریکاییه. فقط نفتم نبوده، خیلی چیز دیگه بوده. هیچ ربطی نداره که بگیم جمهوری اسلامی یا رضا پهلوی. قرار بر این بوده که تختی بشه و الان جمهوری اسلامی نقشه اینا رو برآب کرده. حالا ما یک سری کلیپ هایی رو می‌بینیم که توی اینستاگرام و یوتیوب و جای دیگه به خورد من و تو میدن. مثل این بالای 200 تا موشک شلیک کردن که چی؟ که چه اتفاقی بیفته؟ نصف تل آویو رو خراب بکنن. خورده و چقدر ذوق کردن تو صدا و سیما، جشن گرفتن که چی؟ طرفدارای حکومت برای این دستاورد بزرگ ریختن تو خیابون، جشن گرفتن. یعنی حیف پول کشورمون اینجوری تبدیل شده به آهن پاره تا جمهوری اسلامی جلوی طرفداراش بتونه ژست باسمه اقتدار خودش حفظ بکنه. اینو تبدیل کردن به بزرگترین دستاورد. شب و روز دارن اینور اونور میگن پیروزی بزرگ. قطعاً پیروزی بزرگه. شما منطق جمهوری اسلامی از هر زاویه نگاه بکنی عالیه. منطق انسانیه، ما نجات دادیم خیلی از کشورهای دیگر رو. منطق اسلامیه که تو خب اینا متوجه نمیشن دیگه اسلامی رو. ایثار، جانفشانی و هدایت دیگران و اسلامه. منطق امنیتی باشه، وطنی باشه، همونایی که میگن آقا وطن ایران، جان من فدای ایران. آقا ایران قرار بوده 5 قسمت بشه، نجاتش دادن. برای چی پیروزی نباشه؟ شماهایی که پولتون مستقیما از دست نتانیاهو و ترامپ و جای دیگه کارت به کارت یا شدن شوا میشده چون خیلی سنگین داره، شدم ساتنا یا دیگه بالاترشون نمیدونم دوستان رو دیگه، اینکه در واقع الان نونتون داره خشک میشه، باید هم اینجوری جز و ولز بکنید. شما بوق و رسانه اونها بودید. ما اعلام پیروزی میکنیم. لذا این منطق جمهوری اسلامی از هر جهتی موجه، حتی از جهت اقتصادی. خب حالا چقدر خرج کردید؟
آمریکا از وقتی که اومده توی منطقه 7000 میلیارد دلار هزینه کرده. میخوای بهت بگم 7000 میلیارد دلار چقدره؟ 7000 میلیارد دلار اندازه‌اش الان بهت میگم. از اول پیدایش چاه نفت ایران تا الان 1500 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته ایران. 1500 میلیارد دلار. اما آمریکا از وقتی که اومده توی منطقه 7000 میلیارد دلار هزینه کرده برای تغطیه این. ایران چقدر تونسته جلوی این هزینه‌های بزرگ رو بگیره با یک بودجه اندک؟ بودجه چقدره؟ سالیانه 12 میلیارد دلار بودجه نظامی ایرانه. بودجه نظامی عربستان میدونی چقدره؟ یه چیزی حدود 75 میلیارد دلار. بعد از انگلیس ها، یعنی انگلیس 74 میلیارد دلاره، عربستان که از کشورهای توی منطقه است 75 میلیارد دلار، ما 12 میلیارد دلار. با تعامل با کشورهای اسلامی دیگه مشت در مشت، بازو در کنار بازو قفل کردن و در واقع اینجا رو حفظ کردن که در واقع تقطیع نشه. البته یک سری فیلم‌های دیگه هم هستش. نه واقعا از شما میپرسم، چون بعضیا میترسن اسرائیلی که نمیتواند حماس را در غزه 2 میلیون نفری از بین ببرد چگونه جمهوری اسلامی را در کشور ایران از بین خواهد برد؟ آقا سوال من جواب بده دیگه. وقتی جناب حضرت اعظم آقای نتانیاهو نمیتونه بساط حزب الله رو تو لبنان جمع کنه، حریف حماس تو غزه نمیشه، چجوری تو ایران میخواد رژیم شما رو عوض کنه؟ یکی به من بگه. اونایی که از جنگ میترسن، آقا بدبختمون میکنید، بیچارهمون، بذار بیاد با خاک یکسان میکنه. مثلا زیبا کلام مگه نگفت؟ گفت ما الان به اسرائیل حمله بکنیم، جواب بدیم، یک تیر چراغ برق سالم نمیذاره. خب بیا، اینا هم که دیگه از اوقات حرفای خوب میزنن دیگه. اینم هم اگر میتونه بزنه، خب چرا حماس رو جمع نمیکنه؟ حماس رو جمع کنه دیگه. خودش گفت معامله قر گیر کرده، نمیتونه. نفسای آخرش هم هست، اگرچه در فضای رسانه میگن جمهوری اسلامی نفسای آخرشه. این واقعیتی بود که اگر تعصب نداشته باشی، عناد نداشته باشی، میبینی جمهوری اسلامی از هر زاویه‌ای به نفع کشور خودش کار کرد و الحمدلله به لطف خدا موفق شد. حالا تو بعضی از این پیام رسانه‌ها و این شبکه‌ها مثل ایران اینترنشنال میگن آقا میدانید از هر حساب مالی شما 1,600,000 تومان. این که حالا ان شاءالله توی یک کلیپ دیگه ان شاءالله بررسی می‌کنیم، یک دروغ بزرگه. در واقع یه چیزی بروش 50,000 تومانه. بعدش هم وقتی این نقشه رو کسی درک بکنه حاضر میلیونی پول بده که بگه من حاضرم پول بدم و در واقع امنیت داشته باشم. تازه اینم یادت نره ما 12 میلیارد دلار بودجمونه، دشمن داریم درجه 1. عربستان دشمن داره که 75 میلیارد دلار در واقع بودجشه. دشمن نداره 75 میلیارد دلار دشمنش. ما دشمن داریم 12 میلیارد دلار. این خودش هم باز یک تفاوتیه توی منطقه و توی جهان. ممنون، متشکرم که با ما همراه بودید. ویژه برنامه قاطی پاتی رو به دوستانتون معرفی کنید. فصل جدید قسمت اولش بود. تو قسمت‌های بعدی مسائل دیگر هم میگیم، از جمله مسائل اجتماعی. به دوستات معرفی کن و ممنون میشم که این کلیپ رو برای روشنگری برای دوستای دیگه‌ت هم بفرستی. امیدوارم موفق و پیروز باشی. خدا نگهدار. هزاران سال جنگیدن تا ما را بترسانن، یلان سرزمین پارس قلب پارسایان را بلرزانن، ولی تصویرشان خام است چون تقدیر ما پیداست و فردای جهان در دست یاران جهان را بخوانی خط روشن را نوشته سرنوشته حیدری و فتح خیبرهاست. بخوان پایان این شاهنامه را، افسانه نه این وعده حق است، بخوان فردا از آن ما. Party, party.